افت شدید فروش تخم مرغ بعد از خروج مهاجرین افغانستانی. مرغداری‌های کشور از کاهش چشمگیر فروش تخم مرغ و گوشت مرغ بعد از خروج اتباع افغانستانی گلایه دارند. آنها می‌گویند حتی با پایین آوردن قیمت مرغ در برخی استانها باز هم میزان فروش مثل گذشته نشده است. وزیر جهاد کشاورزی در همین باره گفت شرایط دیگر مثل قبل نیست و ما ضررهای زیادی متحمل شده ایم. نمیتوانیم به مرغ‌ها بگوییم دیگر تخم نگذارند، اما فروش به شدت افت کرده است. این اضافه میاد چون یه پروسه 18 ماه است تولید تخم مرغ. روزانه نیست به مرغ بگیم که دیگه تخم نگذاریم، با تخمشو میگذاره باید بفروشیم. به باور کارشناسان، تخم مرغ یکی از اصلی ترین مواد غذایی طبقه متوسط و ضعیف جامعه است و مهاجرین افغانستانی بخش زیادی از مصرف کنندگان آن بودند. این بالاترین مصرف، بخش بزرگی از مصرف ما کم شده دیگه و خب تخم مرغ یه کالایی که قاعدتاً اسم میشه که قشر فقیر هم استفاده ولی قشر غنی هم استفاده میکنن به خاطر پروتئین بالایی که داره.